نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون. صدق الله العظیم. هر که فکری موت دارد در حیات، هر که فکری موت دارد در حیات، نیست او را هیچ غم بعد از ممات. خدمت همه دوستداران علم و دانش، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. دوستان نهایت عزیز، میخواهم در مورد این که یاد از مرگ چی تأثیراتی در زندگی ایمان دارد با شما داخل صحبت شوم. آیه را که خدمت شما تلاوت کردم، الله تبارک و تعالی انسانها را متوجه یک فطرت می سازد. کل نفس ذائقة الموت، هر نفسی چشنده موت است. ثم الینا ترجعون، و همه بازگشتشان به سوی الله تبارک و تعالی است. وقتی ما متوجه میشیم هر آن موجودی که شربت حیات و شربت زندگی را میچشه، همچنان تلخی مرگ را نیز میچشه. پس میاییم بالای موضوعمان، این یادآوری مرگ چه تأثیراتی در زندگی ایمان دارد. اولین تأثیری که در زندگی ایمان دارد، به ما تلقین میکنه که ما زندگی ایمان را ارزیابی بکنیم و فکر بکنیم بالای این که این زندگی به چی هدف و به چی اهمیتی تهیه شده. این موردی را که مرگ به ما یادآوری میکنه و به ما نشان میده تقویت روابط من هست که این دنیا چقدر کوتاه است. ما در این دنیای کوتاه روابط خود را با انسانها باید برقرار بکنیم. سومین موردی را که مرگ و یادآوری از مرگ در زندگی ایمان به ما تلقین میکنه او این است که کاهش ترس را نسبت به مرگ بر ما و شما تلقین میکنه. علما میگن قبر برای انسانهایی که در روی زمین زنده هستن و زندگی میکنن 4 پیام داره. اولین پیامش انا بیت الدود، من خانه مار و مور و خانه عقرب و گژدم ها هستم، پس برای امنیتت آمادگی بگیر. دومین پیامش انا بیت الغربه، من خانه غربت هستم. دقیقاً چقدر هستن عزیزان ما که وفات شدن، ما سال هاست که به قبرستانش گذر نکردیم، دقیقاً خانه غربت هست. و سومین پیامش این است که انا بیت الوحشه، من خانه وحشت هستم، خانه تنهایی هستم، برای تنهاییت توشه ای را آماده کن. و چهارمین پیامش این است که انا بیت الظلمه، من خانه تاریکی هستم، برای تاریکیت آمادگی بگیر. چی چیز سبب میشه که خانه روشن شود. و چهارمین پیامی را که یادآوری از مرگ با ما تلقین میکنه توجه به لحظه حال است. فرصت محدود هست و از این فرصت استفاده بکنیم و این دنیایی است که هزارها مثل ما و تو گذر کرده. پنجمین پیامی را که یادآوری از مرگ بر زندگی ایمان میدهد ایجاد انگیزه است. ایجاد انگیزه برای این که دنیا مزرعه‌ای برای آخرت هست. ما به این لحظه محدود چقدر میتوانیم با آرزوها و با موفقیت من برسیم. پس وقتی ما متوجه میشیم که یادآوری از مرگ همچون یک گفته‌هایی را به زندگی ما تلقین میکنه، پس اینجا میاییم متوجه میشیم که یک کسی که به مرگ آمادگی میگیره و یادآوری از مرگ همیشه
در خیال خاطرش هست چقدر به جامعه ما مفید تمام میشه.